سلام، به نوستالژی تایم خوش آمدید. دوستان خوبم، لطفاً لایک و کامنت یادتون نره. در سال 1353 فیلمی به نمایش درآمد که مورد استقبال مردم قرار گرفت. اسم این فیلم مرغ همسایه بود، به کارگردانی محمود کوشان. بازیگر نقش اول زن آن شورانگیز طباطبایی و بازیگر نقش اول مرد آن جوان خوشچهره و جذاب با چشمان رنگی به نام امیر فخرالدین شیرازی بود. در سال 50 در 2 فیلم شوفر خوشگله و ماه پیشونی بازی کرد. کارگردان شوفر خوشگله محمود کوشان و این فیلم محصول مشترک ایران و ترکیه بود. ماه پیشونی هم به کارگردانی اسماعیل کوشان و در هر 2 فیلم با فیلیز آکین بازیگر و مدل ترکیه‌ای که در ایران با نام هنری نازی شناخته شده بود بازی کرد. امیر فخرالدین در سال 50 با مجله فیلم و هنر مصاحبه کرده بود و در اون مصاحبه گفته بود که یک قرارداد 20 ماهه با زنده یاد کوشان بسته و باید تمام و کمال در اختیار استودیو پارس فیلم که متعلق به زنده یاد کوشان بود باشه و به همین خاطر مجبور شد چند پیشنهاد سینمایی رو رد کنه. و همینطور گفته بود که بین 2 تا فیلم شوفر خوشگله و ماه پیشونی فیلم شوفر خوشگله رو بیشتر دوست داشته و در پایان هم این که 27 ساله و مجرده و با این حساب الان باید حدوداً 80 ساله باشه. یکی از دلایلی که باعث شد آقای فخرالدین شیرازی با وجود چهره و فیزیک زیبایی که داشت خیلی دیده نشه، همزمانی و شباهت زیاد او با جانیت آرکن بازیگر ترکیه‌ای بود که با نام هنری فخرالدین شناخته میشد. خیلی ها این 2 رو با هم اشتباه می گرفتن. امیر فخرالدین با زنده یاد کوشان سر این مسئله بگو مگو داشتن، چون امیر فخرالدین دوست داشت با نام هنری امیر هومان شناخته بشه و دیگه با فخرالدین مقایسه نشه. اما آقای کوشان خیلی اصرار داشتن که امیر فخرالدین با نام خودش در فیلم ها حضور داشته باشه و جالب این که نام هنری فخرالدین رو هم خود کوشان برای جانیت آرکن انتخاب کرده بود. در سال 51 در فیلم ظفر به کارگردانی و نویسندگی صابر رهبر بازی کرد که در این فیلم با بازیگرانی چون فروزان و بیک ایمانوردی هم بازی بود. در سال 52 در فیلم گلپری جون به کارگردانی عزیزالله بهادری بازی کرد که در این فیلم هم با جمیله و بیک ایمانوردی هم بازی بود. در سال 53 در فیلم مرغ همسایه بازی کرد که در واقع آخرین فیلم امیر فخرالدین محسوب میشه. امیر فخرالدین در سال 53 ازدواج کرد و با جناق جمال وفایی خواننده معروف اون سالها شد. فهیمه شیرازی با نام مستعار مرسده، خواننده‌ای که مهماندار هواپیمایی هما بود و صدای او شباهت زیادی به صدای بانو مرضیه داشت و در سال 56 به خوانندگی روی آورد، در واقع خواهر امیر فخرالدین شیرازی بود و با تشویق برادرش به خوانندگی روی آورد. اولین ترانه مرسده با آهنگسازی همایون خرم با نام مهماندار در سال 56 منتشر و از رادیو پخش شد. این ترانه زندگی مرسده را زمانی که مهماندار هواپیماست بازگو می‌کند. از بانو مرسده 3 آهنگ شنیده شد، بعد در سال 57 از ایران مهاجرت کرد و دیگه خبری از او نبود تا سال 72 که در شبکه ماهواره‌ای پگاه در کنار منوچهر وثوق دیده شد. لازم به ذکر است بانو مرسده شیرازی هیچ ربطی به خواننده لس آنجلسی به نام مرسده صبا که در دهه 70 آهنگ میخوند نداره. امیر فخرالدین شیرازی هم یکی از بازیگران قدیمی بود که با وجود استعداد و فیزیک خوبی که داشت هیچ وقت به جایگاهی که باید نرسید.